امروز 19 فروردین ما این مریضی که آنوریزم آئورت سعودی داره و دریچه آئورتش مختله و این گشادی تا شریان اینومینیت پیش رفته که ما باید یه عمل نسبتا بزرگ و پیچیده براشون انجام بدیم. مرسی. تشکر، مرسی، خیلی ممنون، خوب بود، خدا رو شکر عمل عالی شد، هم دریچه تعویض شد، هم قسمت بالارویی بالای ریشه آئورت و بالارو اسندینگ آئورتا تا اینومینیت با توتال سیتوزی RS تو درجه حرارت 28 درجه و آنتیگرسر پرفیوژن که مغز رو برای پروتکشنش پرفیوز کردیم و خدا رو شکر کاملا قلب الان شروع به کار کرده، اجکت میکنه و گرم شده. تا لحظات دیگه انشالله به امید خدا عمل خاتمه پیدا میکنه.